شاهزاده از خواب در آمد، چشم بگشاد، پهلوانان را دید. گفت دلارام من کجاست و خیمه کجا بردند و مرا این جایگه چرا دارند و این چه جایگاه است؟ پهلوانان گفتند ای شاهزاده، دلارام کیست؟ این چه سخنی است که تو میگویی؟ ما تو را دیدیم افتاده و بی‌عقل. شاهزاده از جان مدهوش نعره برآورد و گفت ای پهلوانان چه میگویید؟ خیمه اطلس سرخ با کمر زرد و دلارام من که ما همین دم مناظره با یکدیگر میکردیم، چه جای این سخن است؟ راست بگویید کجا بردید؟ گفتند ای شاهزاده، خیمه و دلارام چیست؟ خاصه در اینجا که ما تو را دیدیم خرم شدیم. شاهزاده گریه آغاز کرد. گفت ای دلارام کجا رفتی؟ دل از من بستدی و مرا تنها بگذاشتی و مرا به کام دشمن کردی و نام و نسب خویش نگفتی. اکنون از کجا طلبکار تو باشم و این غم با که بگویم؟ و کیست که این احوال از من باور دارد؟ جهانیان مرا بدین کار چه گویند؟ تا اکنون بر عاشقان می نکوهیدم و اکنون مرا نکوهند. فریاد از که جویم و درمان درد از که جویم و راز دل با که گویم؟ پهلوانان گفتند ای شاهزاده، مگر در خواب دیدی؟ وگرنه این سخن هیچ کس باور نکند. در بیابانی چنین که میبینی، دختری چنین که تو نشان میدهی با خیمه اطلس، اگر تنها بودی کجا رفتی بدین زودی؟ به کجا تواند بودن؟ مکن و بر خویشتن ببخشای که تو عاقل جهانی. اگر به خواب دیده ای برخیز و بر خویشتن ببخشای تا برویم. شاهزاده گریه و زاری بیشتر کرد تا یک پاره راه برفت. شاهزاده نظر بر انگشت افتاد، انگشتری بر دست خود بیافت، فریاد برآورد و گریستن گرفت و گفت ای پهلوانان، به خواب ندیدم که به بیداری دیدم و این انگشتری از آن اوست که در انگشت من کرده است. الیان و الیار در آن انگشتری نگاه کردند. گفتند اکنون برخیز تا به شهر رویم پیش پدر تو. باشد که از این انگشتری نشانی به دست تو آید که خداوند انگشتری کیست. شاهزاده گفت بربستند و برنشستند و آمدند تا به لشکرگاه شب در آمده. شاهزاده فرود نیامد، روی به شهر نهاد و لشکر از دنباله وی به شهر آمد و به هر نوبتی که شاهزاده از شکار باز آمدی پیش پدر رفتی. در این نوبت به سرای خود رفت. پهلوانان به خدمت شاه رفتند. شاه چون ایشان را دید دلتنگ گشت و گفت فرزند من چرا نیامد؟ گفتند ای بزرگوار شاه، فرزند تو شاهزاده پاره ای رنجور است، بدین سبب نیامد و از خدمت باز ماند. مرزبان شاه بر خود بلرزید و بر جان فرزند بترسید و گفت او را چه بوده است؟ خطا نکرده است؟ الیان و الیار زبان برگشادند و احوال شاهزاده جمله با شاه بگفتند. مرزبان شاه از کار پسر غمناک شد و فرو ماند و گفت فرزند مرا چشم بد رسید. روی به هامان وزیر کرد. گفت برخیز که پیش خورشید شاه رویم
که احوال وی به دست آریم تا چگونه بوده است. شاه با هامان وزیر هر دو پیش خورشید شاه آمدند. شاهزاده را دیدند خفته و سر به بالین غم نهاده و رنگ از رخسار وی شده و اثر اندوه بر وی پیدا گشته. مرزبان شاه به بالین فرزند آمد و بنشست و دست بر پیشانی وی نهاد. خورشید شاه باز نشست تا کیست، پدر را دید. خدمت کرد و گفت ای پدر بزرگوار، به چه رنج گشته ای که بنده به خدمت خواست آمدن از بهر آنکه تقصیری رفت که دور از سعادت خداوند رنجور بودم از شکار کردن، پیش پدر آشکار نکرد. مرزبان شاه گفت ای پدر عزیز و ای میوه دل و ای روشنایی دیده، چرا از پدر آنچه بود پنهان می‌داری که مرا معلوم گشت از آنچه پیش تو آمد؟ احوال خود بگوی تا چون افتاده است تا پدر در غم یار باشد و چاره کند تو را از این غم برهاند. خورشید شاه چون بشنید که پدرش از آن حال معلوم گشت از گفتن چاره ندید. گفت ای پدر بزرگوار، بنده چون از خدمت عزم شکار کرد 6 روز در کوه و صحرا شکار کردم. روز 7 مرغزاری بود خوش و خرم. بنده فرود آمد تا بیاساید. به شراب خوردن مشغول شدم. ناگاه از روی صحرا خرگوری پیدا آمد. از هوس شکار دنبال وی گرفتم تا او را صید کنم. بر پی گورخر می تاختم تا شب در آمد. او را نتوانستم گرفت. چون جهان تاریک شد باز نتوانستم گشت. ترسیدم که راه گم کنم. هم در صحرا می بودم تا وقت صبح همان گورخر دیدم که در آن صحرا می گشت. باز آهنگ او کردم و می تاختم تا آفتاب برآمد. بالایی پیش آمد. گورخر بدان بالا رفت و در آن جانب ناپدید شد. چون به بالا بر شدم و نگاه کردم گورخر ندیدم. بیابانی دیدم چنان سهمناک که از ترس آن بسهیدم و از بسیاری دود و غبار که از آن بیابان برمی آمد. از گوشه خیمه دیدم زده. پیش آن خیمه رفتم. حصیری دیدم کشیده و نعت افکنده و بالش افکنده و شخصی خفته. چون آواز پای من بشنید باز نشست و به پای برآمد. دختری دیدم. هرگز به جمال وی هیچ دختری را ندیده بودم. فتنه جمال وی گشتم و دل به وی دادم و دیده بر دیدار وی گماشتم. نگاه کردم. ساغری دیدم نهاده. گفتم دستوری باشد که شربتی آب باز خورم. گفت چرا نخوری؟ آب از برای آن باشد که باز خورند. بنده آن ساغر به دم نهادم. هنوز تمام نخورده بودم که بی خود شدم و چون با خود آمدم پهلوانان را دیدم بر بالین من نشسته. نه خیمه و نه دختر، هیچ ندیدم. گریه بر من افتاد. چشم من ناگهان بر انگشت افتاد. این انگشتری در انگشت دیدم. مهری بر آن نقش کرده است. این بگفت و انگشتری به دست پدر داد. مرزبان شاه در انگشتری نگاه کرد. نقشی دید بر او کرده. به دست هامان وزیر داد که این نقش برخوان. باشد که از این ما را معلوم گردد که کیست. هامان وزیر انگشتری در دست گرفت. هرچند جهد کرد نتوانست خواند. فرو ماند. مرزبان شاه برخاست و به بارگاه آمد و بفرمود تا جمله علما و اهل فضل حاضر گشتند و انگشتری بر ایشان نمود که نقش آن
بخوانند. پایان برنامه شماره 681 تکنوازان.